امروز در این فصل زیبای پاییز قصد داریم به یکی از مناطق گردشگری استان زیبای چهارمحال و بختیاری رکاب بزنیم. با ما تا پایان سفر همراه باشید. دوستان امروز در این فصل زیبای پاییز در یک روز تعطیل رکاب زدیم مسافت حدوداً 18 کیلومتری تا به یکی از مناطق گردشگری و زیارتی سیاحتی استان زیبای چهارمحال و بختیاری رسیدیم. روستای زیبای گوشه متصل به روستای چغا هست. فاصله این دو روستا تا مرکز استان چهارمحال و بختیاری حدوداً 35 کیلومتر. جایی بسیار این فصل زیبای پاییز به همراه خانواده تشریف بیارید و لذت ببرید از مناطق گردشگری و زیارتی، به خصوص آستان مقدس حضرت ملک الخاتون از نوادگان امام موسی جعفر انشاءالله تا هفته آینده و یکی دیگه از مناطق گردشگری دیگه از استان زیبای چهارمحال و بختیاری همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.